4 سال پیش 27 فوریه 2020 یه استریمر تویچی به اسم آیس بلادیز داشت روی سرور های پیکسل استریم کرد که یهودی از سرور کیک شده. انگار یکی دیگه از یه جای دیگه وارد اکانتش شده بود. I'm being logged on from another location right now. What? How am I being logged on from another location? You changed password? I changed it. بینندگان همه شوکه کننده با خودشون میگفتن چرا همچین اتفاقی افتاده؟ اصلا باورشون نمیشد که استریمر محبوبشون هک شده باشه. اما فقط 2 روز بعد همه استریمرها دونه به دونه هک شدن. No! That's why it like turns to stone. Dude, oh my god. اول فقط استریمرها بودن که قربانی هکرها شده بودن، ولی کم کم همه شروع کردن به شکایت تو فروم های های پیکسل و ماینکرافت از اینکه حسابای ماینکرافتشون هک شده بود. تو کمتر از 48 ساعت، فقط 48 ساعت کل سرورها و میلیون‌ها حساب ماینکرافت هک شده بود. سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از مایندفکت. تو این ویدیو میخوایم داستان هک شدن کلی از حساب‌های ماینکرافتی براتون توضیح بدیم. پس خوشحال میشم قبل از شروع شدن ویدیو لایک، کامنت، ساب پایین ویدیو بکوبید. بزن بریم سراغ ادامه داستان. هر بار که ما ماینکرافت رو باز میکنیم چیزی به اسم HWID از سیستم شما به سرورهای موژانگ ارسال میشه. این HWID شبیه کارت ملی سیستم شما میمونه که نشون میده این اکانت متعلق به شماست. توی سرورهای پرمیوم مشکل نیست، ولی تو سرورهای کرکشون امنیت پایینتری دارن باید پسورد بذاریم. حالا اگه یکی HWID شما رو داشته باشه خیلی راحت میتونه وارد اکانتی ماینکرافت شما بشه. این گروه هکری هم همین کارو میکردن، میرفتن HWID بعضی از پلیر رو پیدا میکردن و با همین کار تونستن تو 48 ساعت 2000 تا اکانت ماینکرافتی رو هک کنن و حتی اکانت های ادمینا رو هم گرفتن و کل سرور رو داغون کردن. فقط این نصف سرورایی بود که هکرها هکشون کرده بودن. داستان هک از 2 روز قبل از 27 فوریه شروع میشه. هکرها یه سوتی بزرگ از موژانگ پیدا کرده بودن، پسورد اکانت موژانگ. با فرود به این اکانت دیگه میتونستن با یه کلیک ساده وارد اکانت هر کسی بشن. تو سوتی دوم موژانگ این بود که یه بخشی توی ماینکرافت گذاشته بود به اسم اکانت سشن که کافیه HWID خودت رو وارد کنیم تا بتونیم وارد حساب دیگرون بشی. ولی موژانگ فکر نکرده بود که هکرها میتونن به این بخش دسترسی پیدا کنن. خیلی از استریمرها به خاطر اینکه بخش HWID خودشون رو تو استریم لود داده بودن و هکرها از طریق همون HWID تونستن وارد اکانت‌های موژانگشون بشن و اکانتشون رو هک کنن. هدف اصلیشون 2B2T بود و های پیکسل.